تا آخر این ویدیو دقیقاً میدونید که چطور یه مرد سالم و مردانه رو به زندگی خودتون جذب کنید. اون براتون فراهم میکنه، تعقیبتون میکنه، ازتون مراقبت میکنه و به هر شکلی که بخواید ازتون حمایت میکنه. میدونید که چطور مردهای درست رو انتخاب کنید و مطمئن میشید که به شکلی خودتون رو نشون میدید که اونها جذبتون بشن و بخوام بهتون متعهد بشن. پس حتما این نکات رو یادداشت کنید. اولین چیزی که میخوام بگم و شما واقعا باید یادداشت کنید اینه که ساده ترین راه برای این که هر انسانی رو به خودتون معتاد کنید و اون رو وادار کنید که شما رو به همون شکلی که میخواید باهاتون رفتار کنه اینه که خودتون معتاد خودتون بشید. یعنی باید خودتون رو غرق کنید در ساختن اعتماد به نفس خودتون، بهتر شدن، رسیدن به هدفهاتون و چیزهایی رو جذب میکنید که باهاتون همراستا هستن. اولویتتون باید این باشه که بهترین زندگی ممکن رو برای خودتون بسازید و به استانداردهای خودتون پایبند باشید. این پایبند بودن به مرزهاتون دقیقاً همون چیزیه که افراد و فرصتهای درست رو به زندگیتون میاره. چه در حال جذب یک رابطه باشید و چه در حال جذب یک چیز دیگه، داشتن انرژی که اول خودتون رو باهاش تایید میکنید شما رو جذاب میکنه و برای دیگران هم جذاب میکنه. استانداردهای بالا داشته باشید و وقتی بقیه شما رو با استانداردهای بالا میبینن، این به طور خودکار اعتماد به نفس همه افرادی که اطرافتون هستن رو افزایش میده. تعهدشون رو هم بیشتر میکنه، چون که میدونن که بودن در کنار شما، در حضور شما باعث میشه که احساس خوب به خودشون داشته باشن. اونها به نحوی خودشون رو با ارزش‌تر میبینن، چه از لحاظ احساسی، مالی، جسمی یا حتی از نظر اجتماعی و جایگاه. آنها با بودن در کنار شما احساس اعتبار و ارزش میکنن و این همه از داشتن استاندارد بالا و اعتماد به نفس شما ناشی میشه. چطور از مردها درخواست پول کنیم؟ مرحله اول اینه که ذهنیتی داشته باشید که به شما این باور رو میده که واقعا لیاقت چیزی که میخواید رو دارید. اگه مثلا توی قرار اول با مردی هستیم و در 10 دقیقه اول ازش $11,000 میخواید، ممکنه زمان مناسبی برای این درخواست نباشه. آیا واقعا باور دارید که همین حالا سزاوار این مقدار پول هستید؟ اگر دلیلی که چرا باید به شما این پول رو بده واسهتون منطقی و قابل توضیح نیست، پس جواب این درخواست رو هم نمیگیرید. اولین قدم اینه که حس کنی لایق دریافت حمایت و توجه از طرف مقابلت هستی. اگه بدون ایجاد هیچ نوع رابطه یا پیوندی بخوای به سرعت بیشترین پول ممکن رو به دست بیاری، ممکنه خیلی سطحی و تجاری به نظر برسه. البته اگه هدفت فقط یه رابطه موقتی و تجاری به خاطر پولش، بستگی به خودت داره. اما اگه میخوای با یه مرد تامین کننده و سالم که دائما ازت حمایت میکنه رابطه طولانی داشته باشی، این فرایند زمان بره و نباید همه چیز رو همون ابتدای کار انتظار داشته باشی. ممکنه با مردی مواجه بشی که از همون اول قرار برات پول خرج میکنه، تو رو میبره خرید و کارهای مالی تو انجام میده، اما شاید هفته بعد دیگه خبری ازش نشه یا ازت توقع صمیمیت جنسی داشته باشه. اگه این درخواست رو نپذیری، ممکنه دیگه هیچ وقت باهات تماس نگیره. از طرفی ممکنه با مردی آشنا بشی که فقط کارهای معمولی مثل پرداخت هزینه قرار رو انجام بده و در ابتدا بهت پولی نده، ولی به مرور با ایجاد اعتماد و پیوند عمیق‌تر به تدریج تو رو تأمین میکنه. چند ماه بعد تو یک رابطه جدی هستی، تمام قبضات رو پرداخت میکنه و به طور کامل ازت حمایت میکنه. بنابراین وقتی با مردها وارد رابطه میشی، به آینده و بلند مدت فکر کن، به ویژه اگر هدفت داشتن یک رابطه طولانی مدته. نباید چیزی سریع و سطحی بخوای، بلکه بهتره با آرامش پیش بری. بعضی مردها شاید به این موضوع فکر نکنن، اما خوشحال میشن که کمک کنن. از طرفی ممکنه مردی به این نتیجه برسه که تو ارزش حمایت رو نداری و نمیخواد که بهت کمک کنه. اگه اینطور باشه، بهتره بدونی که تو همین حق رو داری که بگی من دنبال مردی هستم که چیزهایی مثل پول بنزین رو برام پرداخت کنه. اگر اون این کار رو نمیکنه، شاید این رابطه برای تو مناسب نباشه و بهتره که زودتر این موضوع رو بفهمی. به این ترتیب وقتی از مردی درخواست کمک مالی میکنی، از چیزهای کوچیک و معقول شروع کن. مثلا انتظار نداشته باش که در اولین قرار ازش $1,000 بخوای. شاید مرد سخاوتمندی باشه، اما اگه همون اول درخواست پول زیاد کنی، احتمالاً برداشت درستی ازت نمیکنه و فکر میکنه که فقط برای پول سراغش رفتی، بدون اینکه واقعا بخوای بشناسیش و یا بخوای رابطه ایجاد کنی.
همونطور که دوست داری اون به مرزهای جسمی و جنسی تو احترام بذاره، تو هم باید به مرزهای مالی اون احترام بذاری. نباید بعد از یک شام بگی چون برام شام خریدی بعد به رابطه جنسی هم تم بدم. به طور مشابه اون هم نباید فکر کنه که چون هنوز رابطه جدی نداری تو باید پول زیادی ازش بخوای. باید فرایند رو مثل هر چیز دیگه‌ای با دقت و احترام پیش ببری تا هم رابطه قوی بشه و هم نیازات به درستی برآورده بشن. تو وقتی درخواست کمک مالی از مردی داری باید با اطمینان و اعتماد به نفس عمل کنی. مثلا وقتی داری ازش پول بنزین می‌خوای نباید با ترس یا تردید مطرحش کنی. یه چیز ساده مثل این که میشه لطف کنی و پول بنزین رو بدی میتونه خیلی طبیعی و راحت باشه، اما اگه مردد و ناآرام باشی اون هم احتمالاً به راحتی نمیگه، چون تو خودت مطمئن نیستی که اون چیزی که میخوای لیاقتش رو داری. این درخواسته کوچیک و منطقی میتونه به مرور بزرگتر بشه، مثل پرداخت قبض، خریدن گوشی موبایل یا کمک برای تعمیر خونه. اگر روند به آرامی و به طور طبیعی پیش بره، مرد کم کم به حمایت مالی بیشتر عادت میکنه و شاید در نهایت به مرحله‌ای برسه که تمام هزینه‌های تو رو تقبل کنه. خودت رو محق بدون، اما در عین حال آرام و منطقی باش. وقتی به چیزی نیاز داری مستقیم و با اعتماد به نفس ازش درخواست کن و اجازه بده که رابطه به طور طبیعی جلو بره. وقتی از مردی میخوای بهت پول بده، بعد مطمئن باشی که قبلا ازش درخواست کمک‌های کوچیک‌تری کردی تا براش این موضوع عادی بشه. به عنوان مثال درخواستایی مثل باز کردن در، جابجایی وسایل سنگین یا حتی پارک کردن ماشینت میتونه بهش احساس رو بده که در زندگی تو نقشی داره و واسط ارزشمنده. اینو درخواسته به مرد این حس رو میده که تو بهش نیاز داری و اون برای تو مهمه. وقتی بهش عادت کرد که بهت کمک کنه، درخواست پول ازش دیگه غیر منتظره و عجیب نیست. وقتی سر قرار هستی و اون چیزی میگه که باش موافق نیستی، بهتره سعی نکنی نظرشو عوض کنی. در واقع هدف تو در این مرحله تغییر دادن اون نیست. اشتباهی که خیلی از زنها میکنن اینه که در اولین قرار به محض اینکه اون چیزی میگه باش مخالفت میکنن. فوراً میگن من موافق نیستم، اشتباه، و بعد نظر خودتو تغییر بدی. این کار نه فقط مؤثر نیست، بلکه ممکنه اون رو به حالت دفاعی ببره و اون رو به مواضع خودش محکم‌تر متعهد کنه. به جای این کار میتونی از قدرت پیشنهاد استفاده کنی تا به آرامی و به طور غیر مستقیم اون رو به سمت رفتار و دیدگاه‌هایی که می‌خوای هدایت کنی. مسائل کوچیک معمولا قابل تغییر هستن. برای مثال زنهایی هستن که در آستانه پایان یک رابطه هستن چون که از نحوه لباس پوشیدن شوهر یا دوست پسرشون خوششون نمیاد، که اینجا باید بگیم که این مرد به تو رسیدگی میکنه، بهت وفاداره، باهات مهربانه و به خوبی باهات رفتار میکنه. آیا واقعا میخوای به خاطر یک جفت شلوار جین تنگ این رابطه رو تموم کنی؟ این یکی از ساده ترین مسائلیه که میتونی تغییر بدی. پس اشتباهت کجاست؟ به جای اینکه روی اون چیزایی که ازش خوشت نمیاد تمرکز کنی، روی خواسته هات و اون چیزهایی تمرکز کن که ترجیح میدی داشته باشی و از این جایگاه باش ارتباط برقرار کنی. به جای اینکه بگی من از شلوار جین تنگت متنفرم، خیلی زشته، اصلا به هیچ مردی نمیاد، میتونید بگید که من واقعا دوست دارم که مردها شلوارهای جین راحت تر بپوشن. این روش بهش احساس خوبی میده و تشویقش میکنه که تغییرات مثبت انجام بده بدون اینکه حس کنه تحت فشاره. با این روش میتونید به جای انتقاد به سمت ارتباط مثبت و سازنده پیش برید و به تدریج اون رو به سمت تغییرات مطلوب راهنمایی کنید. حالا چطور از قدرت پیشنهاد استفاده کنید؟ با ارتباطی جذاب و مثبت به جای اینکه اون رو مورد انتقاد قرار بدی یا توهین بکنی، میتونی به سادگی چیزی که دوست داری رو ابراز کنی. به عنوان مثال اگه میرید خرید میتونید بگین که بیا امروز بریم مرکز خرید، میخوام چند تا فروشگاه رو ببینم. بعد بریم به سمت قسمت لباسای مردانه و یک جفت شلوار که به نظرت قشنگه و تنگ نیست پیدا کنی. بهش نگاه کن و بهش بگو که من این شلوارها رو خیلی دوست دارم و بعد بپرس که فکر می‌کنی با این شلوارها چه پیراهنی خوبه. این کار باعث میشه که اون به این فکر کنه که چطور این شلوارها رو با لباسای خودش ست کنه. بعد میتونی بگی که من احساس می‌کنم این شلوارها بهت خیلی میان. از این مدل شلوارها داری؟ بعد تشویقش بکنید که اون شلوارها رو امتحان کن، کنجکاوم ببینم که بهت میاد یا نه. بهش نمیگید که شلوارهای فعلیش بده، در عوض چیزی که توجه شما رو جلب کرده معرفی میکنید و اون رو به سمت تغییر مثبت هدایت میکنید. وقتی اون شلوارها رو میپوشه و شما ازش تعریف میکنید، باعث میشه که احساس خوب داشته باشه و احتمالاً برای تغییرات بیشتر آماده بشه. وقتی میخواید در مورد رفتار یا عادت‌هاش صحبت کنید، از همون رویکرد مثبت استفاده کنید. به جای اینکه مستقیما بهش بگید چه چیزی درست یا غلطه، از روش‌هایی استفاده کنید که اون رو به سمت تغییر تشویق میکنه.
مثلا اگه درباره نحوه صحبت کردنش نگران هستین، به جای اینکه بگید که تو همیشه اینطور صحبت می‌کنی و من ازش متنفرم، بگید من واقعا دوست دارم وقتی تو در مورد این موضوع به این شکل صحبت می‌کنی، حس خوبی بهم میده. این نوع از ارتباط بهش این امکان رو میده که متوجه بشه چه رفتارهایی برای تو جذاب‌تره بدون اینکه حس کنه مورد انتقاد قرار گرفته. در حقیقت وقتی اون متوجه میشه که رفتارش چه تأثیری روی تو داره و چگونه میتونه تو رو خوشحال کنه، احتمال بیشتری داره که به طور طبیعی شروع به تغییر کردن بکنه. بنابراین از قدرت پیشنهاد استفاده کنید و اون رو تشویق کنید تا بهترین نسخه از خودش رو بهتون نشون بده. یادتون باشه که ایجاد یک رابطه مثبت و سازنده کلید موفقیت در هر ارتباطیه. این روش نه فقط برای تغییر رفتار مفیده، بلکه به شما کمک میکنه تا ارتباطات عمیق‌تری با شریک زندگیتون برقرار کنید. برای محافظت از انرژیتون و برقراری ارتباط مؤثر با مردها، نکته سوم مربوط به ابراز قدردانیه. اگر اون فقط کارهای حداقلی رو انجام میده، نباید تمام اعتبار و تشویق رو بهش بدید، چون که باعث میشه اون احساس بکنه که نیاز به تلاش بیشتری نداره. وقتی شما قدردانیتون رو بر اساس کارهایی که اون انجام میده تنظیم میکنید، اون متوجه میشه که باید تلاش بیشتری بکنه تا واکنش بیشتری هم از شما دریافت بکنه. این باعث میشه که هیجان در رابطه ایجاد بشه و از یک نواختی هم جلوگیری میکنه. برای این شروع میتونید تشکر کنید به صورت مرحله‌ای. به جای اینکه به محض انجام کوچکترین کار اون رو به شدت تحسین کنید، قدردانی رو بر اساس تلاش‌های اون تنظیم کنید. برای مثال اگر اون برای شما غذا درست کرده، میتونید بگید که این غذا خیلی خوشمزه است، واقعا از تلاشت ممنونم. اما اگه دائما این کار رو انجام بده و به نظرتون کافی نباشه، میتونید واکنش‌های بیشتری از اون بخواید و بهش بگید که چه چیزی برای شما جذاب‌تره. این روش هم بهش انگیزه میده که بیشتر تلاش کنه، هم به شما کمک میکنه تا انرژی مثبتتون رو حفظ کنید و از خستگی و یک نواختی هم دور بمونید. ابراز قدردانی با در نظر گرفتن سطح‌های مختلف نه تنها به رابطتون عمق میبخشه، بلکه ایجاد یک رابطه سالم و پایدار هم کمک میکنه. برای مثال وقتی اون هدیه بزرگ و غیرمنتظره به شما میده یا شما رو به یک سفر یا تجربه خاص میبره، بعد ابراز شگفتی و قدردانی عمیق‌تری بکنید. میتونید بگید وای، این واقعا فراتر از انتظار من بود، چقدر خوشحالم که تو رو توی زندگیم دارم. این سطح از قدردانی بهش احساس خاص بودن و اهمیت میده و انگیزه بیشتری واسش ایجاد میکنه که بیشتر تلاش کنه و بهتون محبت کنه. سطح دوم قدردانی، این سطح برای کارهای کوچیک و روزمره است. اگه شما رو به یک فنجان قهوه دعوت میکنه و واسهتون غذا درست میکنه، بگید این قهوه عالیه، مرسی که به فکرم بودی، چقدر خوشحالم که این غذا رو درست کردی، خیلی خوشمزه است. این نوع قدردانی باعث میشه که احساس کنه که تلاشش ارزشمنده و تشویقش میکنه که این کارها رو ادامه بده. اگه اون چیزی بهت نمیده، ازت انتظار چی رو داره؟ ما باید به مردها اجازه بدیم که به نوعی ثابت کنن که ارزش دارن، چون اگه ما بخوایم دنبال اونا بدویم، نمیتونیم بفهمیم کدوم مرد واقعا جدیه و کدوم واقعا با ما هماهنگه و میخواد به ما و اون رابطه‌ای که آرزوشو داریم توجه کنه. به خاطر همین این نصیحت رو جدی بگیر و مطمئن باش که از همون اول همه چیزو به یک مرد ندی. باید جایی برای پیشرفت بهش بدی و بهش اجازه بدی که چیزهای بیشتری از تو کشف بکنه و چیزهای بیشتری در آینده از تو دریافت کنه. امیدوارم که مفید بوده باشه. برو توی ویدیوی وسط صفحه.